اگر راجع به سیاست کلی خلیج فارس اینجا صحبت کنیم، گفتیم ایران بایستی در خلیج فارس صاحب نظر باشه. خلیج فارس مرز ماست. خلیج فارس گلوگاه تمام تجارت ایرانه. خلیج فارس باید در یک چارچوبی حفاظتش بین کشورهای که این ور و اون ور خلیج فارس هستن دنبال بشه. این نظری است که من راجع به خلیج فارس داشتم. هیچ کشوری عاشق چشم ایرانی نیست اگر خود ایرانی نباشه. این مسئله است که بایستی ما در نظر داشته باشیم. لذا اگر یک سیاست‌هایی بود، دوستی‌هایی بود، تجارت‌هایی بود و اصل حفظ یه موازنه‌ای بود در این منطقه و در کشور خودمون، این مسئله است که من خیال می‌کنم که آقایون باید در مد نظر داشته باشید، چون دارای بسیار اهمیت است. در برابر این محکمه عرض خواهم کرد اگر میخواهند بگوین اربابان امریکایی بگوین اربابان امریکایی، ولی نه اربابان بنده خارجی ارباب ندارم و به ارباب خارجی نه اعتقاد دارم و نه دنبال ارباب خارجی بودم.